یک مثلا بگم در رابطه با همین هایی که گفتم، یکی بچه بوشهر یه چیزی تعریف کرد عجیبا غریبا برای من که نتیجه شده همین رفتاری که میگم. گفت که خانواده ما خیلی ما خواهر برادر بودیم و من آخری بودم و همه جایگاه‌های عاطفی که پدر مادر از بچه‌هاش می‌خواست دیگه اونا تصرف کرده بودن. هیچ تشخصی برای من نمونده بود. بچه هم بودم، نه کار خاصی انجام میدادم، نمیتونستم جای بابام برام کار کنم، نه مثلا برای خودم یکی دو تا وظیفه کوچیک تعریف کردم و گفتم اینا دیگه حوزه استفاضی منن، کسی به اینا دست نزنه. نون من میرم میارم، نبینم کسی بره نون وا. نفت اگه خواستین گالان بدین، من میرم از درام میکشم، درام نفتی، بشکه نفتی. یه چیز اینطوری. یه روزی تابستون روی این لوکه یا تختی که شبا روش میخوابن تو حیاط بودم، دیدم گوشه حیاط یک گاراژ مانندی، یه سقف ایرانیتی، ننم گالون گذاشته کنار درام و هی تلمبه میزنه که نفت بکشه. اصلا به این فکر نکردم که تو چله گرما ننم نفت میخواد چه بکنه. از همونجا رفتم سمتش، گفتم دیگه همه چی تو هم شد دیگه خراب نکن دیگه، نفت مال منن، بگو نفت میخوام تا بیارم. بعد میری میشینه میگه کمرم دردن، گفت همین اینم عدش گرفتم. بعد میری میشینه میگه کمرم دردن، من ناراحت میشم کمرت درد باشه بعد خوت نمیبره شو ناله میکنی. بگو نفت میخوام، بگو نون میخوام، چی که میخوای بگو. گفت حالا ما دارم این حرفا میزنم و ننم یه جور منگی که اصلا نمیفهمم، یعنی چم تو داره نگاه میکنه، نگاهی گالون میکنه، نگاهی بشکه میکنه، نگاهی من میکنه. گفت نفت کشیدم بهش دادم. گفت سالها بعد عمم گفت ننت او روز میخواسته بره خوش تش بزنه و تو که اینطوری گفتی به خاطر تو موند. و بعد نه دست نداره، بذار ساکت باشیم. و بعد فکر کردم اینقدر ما میتونیم رو هم مؤثر باشیم. یه بوقی که ما سر چاران نزنیم اینقدر حال او خوب میشه و اگه بزنیم اینقدر سرما میره تو وجودش. یه نهیبی رو میتونی به تأخیر بندازی، یه تشویقی رو میتونی درش تعجیل کنی. یه آدمی میخواد بره خوش تش بزنه، ممکنه 3 کلمه تو 3 جمله تو سرنوشتش عوض کنه. و بعد دیدم چه چیز عجیبیه. یک روزی این مادر این بچه رو از رحمش زاییده که 11 سال بعد دوباره اون اینو به دنیا بیاره. یعنی انگار در آفرینش هم با هم یک شده بودن و چیز عجیبی بود. یه داستان آدمیزاده دیگه تعریف کنم چون اسمش آدم‌ها و کتاب‌ها. من خیلی کتاب میبینم که عطف ندارن، کاغذ نیستن، برش‌های نازکی از تنه درخت نیستن، گوشتن، خونن و استخونن و اونا خیلی کتابن. این تعریفش کردم ولی اگه حتی یک نفر اینجا نشنیده باشدش برام دلیل تامه این که دوباره تعریفش کنم. سر یه کلاس آنلاینی بودیم و بچه‌ها رو همین تصویری هر از گاهی می‌دیدم و این خانم به خصوص اصلا تصویری هم نمی اومد، فقط میکروفونش بود. از قضا اینا رفسنجونیان، حالا تهران زندگی میکنن سالیانه. تو 27 سالگی خدا بهشون یه بچه میده و این بچه 7 ماهه دنیا میاد. ما خیلی بچه 7 ماهه سالم دیدیم ولی گزارش اون ناقصیاش کمتر به گوش ما میرسه. چون مثلا یه دوستی داری تو دانشگاه بهت میگه که من 7 ماهه دنیا اومدم. خب آره الان دانشگاهم 23 سالشه سالمه و داره به تو میگه. اونی که گوشه خونه افتاده که نیستش که به تو بگه. بچه به دنیا میاد و هیدروسفالی مغزی داشته و اینها و خیلی ضایعات مغزی و شناختی داشته. 4 سالگی تازه کمر میگیره بیشینه، 4 سالش که میشه. میگه وقتی حرف میزد که نمیتونست حرف بزنه و سعی میکرد مثل ماهای صداهایی از حنجرش در بیاره. برای بچه همسن سالش اسباب شوخی و خنده و بازی بود. میخندیدن رو صداهایی که از تنه بیرون از گلوی این. میگفت قطعا نگفت ولی من فکر میکنم حداقل 1 میلیون بار قوم و خویش و کی گفته خب فلانی تو دیگه کارت کردی، خدا هم ازت راضی، این بذارش بهزیستی، بذار بردارش کنن، کار شما نیست. یه تکه گوشتین هی پهنا برمی‌داره، هی سنگین‌تر میشه، 200 گرم سنگین‌تر، 2 کیلو سنگین‌تر. میگه و 1 سال بعدش هم یه پسری گیرشون اومد. میگفت من اساسا تو مغزم هیچ فرقی بین اینا نبود. حالا این گوشت شد 8 سالش، این موجودی که هیچ اشرافی بر هیچی نداره. میگه تو 8 سالگی دچار یه آرده شد، رفتیم دکتر، اومدیم آزمایش خون و آزمایش‌های دیگه گفتن احتمالاً سرطان خونه.
آخرین دکتری که رفتیم برج میلاد، بیمارستان میلاد تو محوطه، گفت این از پاتولوژی بیاد جوابش نوروز دیگه به قطعیت میگم که ها یا نه. میگه وقتی در اومدیم از بیمارستان، شوهرم گفت که تو پرانتز بگم شوهرش واقعا دکترم و یکی از دانشگاه‌های مهم ایران تدریس میکنه، چون نمیخوام تیپیکال تو ذهنتون بسازیم میگه خب یه خانواده ساده معمولی، حالا نه یعنی از اون خانواده ها، از اون زوجی بودن که میتونستن اپلای کنن الان هر جای جهان باشن و اون تارگت هایی که تو ذهن شماست اونها هم تو ذهنشون بود و بلکه توانایی رسیدن بهش هم داشتن ولی موندن. میخوام بگم خیلی چیز نبرد عجیب غریبیه. شوهرم گفت این بچه هم تو دسپای ما پامال شد، این 10-15 روز ما همش دوا، دکتر، بیمارستان، بو الکل. تازه خیلی تازه یه شهربازی کنار برج میلاد برپا شده بود. سه شنبه بود، بهمن، دی سرد بود و میگفت همه اینها دست به دست هم داد. وسط هفته تازه برپا شده، زمستون، هیچ کی نبود. ما رفتیم، یه چرخ و فلک بزرگ داشت، بلیط خریدیم که بریم داخل. آقاه واقعا یه حال بدی رو از ما حس کرد. رفتیم سوار چرخ و فلک شدیم، رفتیم بالا که رسیدیم خواست حال بده، لطف کنه یا هر چی، فهمید که ما غمباریم، متوقف کرد چرخ و فلک رو، گفت کسی مشتری که نیست، یکم کیف کنه اینا. گفت بچه‌م تو سنی بود که پرسپکتیو براش جالبه، بچه‌ها میگن ای ماشین کوچیکه، ببین این ماشین الان قد این میکروفون است. و شوهرم داشت رو به بچه‌م، رو به حکیم یا همت، این تداخل پرسپکتیوا رو بهش توضیح میداد. من بچه رو بغلم و تقریبا تا حالا تو همچین ارتفاعی نبودم. یهو تو خلوت سرم کردم رو به خدا، گفتم که خدا ای از ما نگیریشا، ما با ای خوشیم، ما نمیدونم از بیرون چطوری به نظر میرسه ولی ای آبادی خونه ایمانن. اصلا کار تو نی گرفتنه ای، تو نمیفهمی ای چقدر خر نشی ها. تو کاری دیگه کن تا 40 سال 50 سال هر چقدر هست دست من، برو بکن. و میگه الان براتون احمقانه است چون دارین در تعادل زندگی میکنین. گفت به والله العظیم گوگل در آوردم سرچ کردم غذاهای بهشتی، اگه نوروزیگه گفتم میمیره، غذاهای بهشتی به این چه میدن، اصلا میفهمم به این چی بدن. گفت چون این خیلی عادت غذایی پیچیده‌ای داشت، مثلا فرنی آرد و برنج دوست داشت ولی بعد یک کمی نرم روش نمک میریختم، اینطوری دوست داشت. فکر میکردم این به او چه میدن در بهشت، چه میشه، چه اتفاقی براش میفته. من از روزی که این شنیدم میخوام حالتمو بگم، حالت کارکرد داستان درتن، گفتم هر کی میبینی برو بهش بگو. چون من خودمو مقایسه کردم، میرفتم تو آشپزخونه یه چیزی مثلا میگفتم قرص میوردم برای مادرم و مادرم میوردم میگفت پیر بشینونه ان شاء الله داغت نبینم قربون، یه قرص زردی هم اونجا او هم بیار. شخص من و خیلی از شما میگفتین و میگیم که خب ما خود رفتم تو آشپزخونه، میگفتی دو تاش بیارم دیگه، یه بار برو آبی بیار، یه بار برو، خب چه میکنیم؟ نه میکنیم. و من هر بار از این پوزیشن ها پیش بیاد به او دختر فکر میکنم و چه کار کردی دیگه میخواد داشته باشه ادبیات داستانی، چه چیزی دیگه میخواد برای ما جلو ببره غیر از این مثال هایی که تو جیب داشته باشیم در مواقع خاص. اگه پشت چراغ قرمز اعصابت خورده میخوای به این فوش بدی، حالا یه چاره بعدی به یکی دیگه فوش بده، نکن. 2 فوشو بکن یکی، 3 رو بکن یکی. یا اگه میخوای یه پوزیشن سختی میخوای، اینها غایت کمکی هستند که ادبیات داستانی میتونه به ما بکنه، خارج از این که یک شیء لوکسی باشد، نویسنده ها ارجی داشته باشن یا نداشته باشن، جلد مجله‌ای باشد، اسمت پیش باشد، پس باشد یا هر چیزی از این دست. خیلی نمیخوام فضا سنگین و غمین بشه، یه ماجرایی رو، یه داستانی رو میخوام براتون تعریف کنم و خیلی غم انگیز نیست. و بعد فکر کردم که یک کار دیگه هم اضافه بر سازمان بکنم که حالا خدمت مبارکتون عرض میکنم. فقط اگر که خیلی وقت زیاد شد به هم بگید. رفیقم یه ماجرایی تعریف کرد مال دیلم یه شهری نزدیک گناوه تو استان بوشهر، اینا همه بندرن. میگفت که میگفت کوکام خیلی بچه ترز و فرزی بود، اصلا بابام 6 تا بچه دیگه بودیم جدا، خواهر برادرام، ما به او یه جور دیگه نگاه میکرد. بابام ناخدا بود و لنج داشت. میگفت لنجش 250 تنی بود. لنج 250 تنی خیلی لنج بزرگی نیست. میگفت ولی وقتی میشست ترک موتور اردشیر، برادرم گفت وقتی ترک موتور اردشیر میشست تو گمرک راه میرفت،
یه جوری نگاه این لنجدارا و ارزیابی گمرک و راننده‌های جرثقیل و اینا میکرد که یه آدمی که لنج 800 تنی داشت اینقدر سرش راست و گردنش بار نبود، چون معلوم بود اردشیر از اونان که یکش میکنه دو، دوش میکنه سه، از اینان که وقتی میریم دبی خیلی خرابکاری نمیکنه، شو دیر وقت نمیاد، پول تش نمیزنه، قاچاق الکی نمیکنه، قاچاق معقولی میکنه، حواتش به پول بابامن، حرفش دو نمیشه، چه گو خیلی کیف میکرد بابام با اردشیر. گو زدو یه روزی نهار داشتیم میخوردیم، در حیاط هم نیمه باز بود، اردشیر اومد داخل، دستش شست، همین اومد که پای سفره بشینه، حالا ما پای سفره، همین نیمه خیز که بشینه دستش ایطوری میکرد. گفت ما امروز یه لنجی خریدم، خیلی لنج سفت و رفتینی قدیمی، ولی خب پولم همین قد داشت خریدمش. گفت تو خونه ما کل درگره، ننم کل کشید، به چش جاز خریده، ما دخترها پریدن سر گردنش، ما چش کردیم دست دادیم و اینا. تو این حین و بین مثل ما که خم از گوشه چشم میبینم، گویا آن دیدیم بابام او ریاکشنی که باید بده نداد، او خوشحالی که لازمه نکرد، همطور نشسته دستش واز کرد، گفت بیا بوهای ماچی بده مبارکه. گویا یه ماچی داد، نشست، یهو سکوت شد. گفت فهمیدیم چه خبرن. یهو خوش میگم، گفت مسی که ولیعهد هنوز شاه زندن رفته اعلام استقلال کرده، یه سرزمینی پیدا کرده، یه پرچمی هم کوبیده وسطش. گفت دیگه بابام حس کرد او یکم سابق نی تو خونه، دیگه دوم اخیرن. این دست فرمونی که اردشیر گرفته، این چاره بعدی اردشیر ردش میکنن. گفت ولی پسرش بود، به زبون نمی آورد، بازم تو گمرک میشه ترکش، هر کی هم میگفت که آم خدا را مبارک باشه، بچت اردشیرم ناخدا شو جواز خرید، زنده باشی قربونت برم، ولی تشش میزد، تکش میکرد. گفت مثلا با هم لنج را میافتادن میرفتن دبی، بوام تا خالی کنه دوباره بار پیدا کنه، دوباره بار بزنه، بیا میشه یه هفته، اردشیر خالی میگه، فردا پر سینه لنج سمت گنابه داشت میومد. و اینا تو فکر کن یه پدری که وایساده رو اسکله خشک به چش داره رو او میره و دست تکون میده، میگه وا ان شاءالله که بار خوبی گیرت بیاد تا هم بیای. خود مولانا هم باشه میخواد خفش کنه. گفت یه روزی، حالا همه اینا مقدمه، یه روزی گفت اردشیر زنگ ننم زد، گفت نه گفت بله، گفت نه نار چه داریم یا خوراک چه داریم؟ نه هم گفت قلیه داریم. نه قربونت برم، سی چه؟ گفت که یه 3 تا گلاف پاکستانی ان آوردمشون لنج تعمیر کنن، تا نخوام ببرمشون، کارشو طول کشیده، تا نخوام ببرمشون رستوران خوراک گشت گرونی. قلیه خود تو یه 2 تا پاله اوش زیاد کو، 30 کمک برنجم ما نون میخرم میارم. ننم گرو چی شم دیگه، حالا ننم به چشم ناخدا شدنه. گلاف تعمیرکار و سازنده لنجن، هرچه سمت شرق ایران بریم حرفه‌ای ترن و حرفه‌ای تریناشون واقعا پاکستانی هن. گفت 11:30 اینا زنگ زد، گفت نه گفتم بله. ننم گفت بله. گفت نه این تاجر اصفهانی که بار می آوردم سیش اومده 30 حساب کتاب، تا بیارمش خونه هم یه حرمتی دمش ندیم، هم دیگه نخوام ببرمش رستوران. تو یه پیاله او دیگه رو قلیه بگیر، من نون زیادتر میارم. گفت به همینجا ختم میشه، 1 ربع کم. زنگ زد، گفت نه گفت بله. گفت نه داشتیم می اومدیم، این وینچمنا مال راننده جرثقیل اینا کرینا، این وینچمنا گفتن ها اردشیر کجا؟ گفتم داریم میریم خونه نار، به فرما زدم اونا هم اومدن. او بگی روش، ما نون زیاد خریدم. گو آقام عادت داشت از نماز که میومد ظهر، عادتش بودا اول میومد تو مطبخ یه سری میزد ببینم ننم چه ساخته، بعد میرد تو خونه میشست. گفت طبق همین رو کرده همیشگیش اومد داخل، اومد تو مطبخ، دید واقعا گفت واقعا یه پاتیلی بار بود، یه ذره از پاتیل موقع مکه اومدنش کوچیک‌تر. گفتم تو شلنگ او بگم. گفت در پاتیل واس که بخارا که رفت کنار، دیگه اوزیپوی. گفت اصلا لازم نبود قلیه شناس باشی تا بفهمی اقوام دور و قلیه هم به حساب نمیاد. و هم بوام که طباخ خوب تو لنج قلیه خوب دادتش. گفت به قرآن گفت سبزی رو او گرفته بید. ما خیلی احساس راحتی میکنم دیگه، خیلی بوشتری حرف میزنم، به تلافی همه راننده تاکسیه که گفتن تو کرمانی هستی، ها انتقام بگیره از همه کرمونیا. میگم شما خب مثل لاله‌زار هر چی میگین وسطش دست میزنید. آرام، اینجا محفل ادبی ان. گفت با قرآن یه مش سبزی جدا جدا رو او گرفته بیدن اینطوری تعریف. گفت گشنیز دراز میشد، دست دراز میکرد شنبلیله بگیره، شنبلیله دست نمیومد. گفت بوام یه همی توش زد.
گو یه مرتبه گفت بوام خیلی آدم جوکی بیدا، گو همطور که ملاقه میچرخونه، گو مایکو زمان زنده ایش اوی گاتی نرفته بی. یعنی این ماهی زمانی که در قید حیات بودم تو همچی آب عمیقی شنامونه. گفت و خندش گره، ما هم خندیدیم. خنده که تموم شد یهو گفت گفت خوراک ای قالی از توی مطبخ در نمیره. صدا هم زد، گفت بوا موتورسیکل روشن کن. رفتیم رستوران شرکت نفت. گفت 50 دقیقه دیگه یه سفره تو خونه ما پهن شد تو اتاق مجلسیمون که او دست دریا تو خونه شیخ قطر هم پهن نبید. گفت ما کار ندارم اصفهانی‌ها خسیس هستن یا نیستن، ما مطمئنم او تاجرکو دیگه همچی خوراکی نخورد تو زندگیش. گالا سر سفره نشسته بودیم، داشتیم میخوردیم خوردیم. دخترها خب اون موقع نمیموندن سر سفره. گفت بابام زودتر همه تموم که همینطور دستش ایطوری که گفت لایشتگر و فلان اینا. گفت یهو سر که سمت اردشیر. گفت بوا چیدار باشی، یعنی ما سر سفره تو نشستیم، ما امروز نهار درستن خونه ما هم، ولی ما مهمون توییم. گفت تاجر اصفهانی هم برگشت گفت آقا اردشیر ایشالله همیشه سفرتون پر برکت باشه. گلاف پاکستانی هم گفت، وینچمن گمرک هم گفت ولی اردشیر خب میفهمید. گفت اردشیر او تو چیشش جمع شده بید. گفت خم شد به بونه‌ای که پارچ آب ورداره، اینجا ایشونه آقا ماچکه. گفت دیگه ما گریه هم گرفت، برادری و یکی اونو هم گریه‌مون گرفت. گفت به نظرم آقام درس جامونده جزوه ناخدایی یاد پسرش داد. گفت تو همه کتابا، همه دانشکده، تو همه تبلیغات تلویزیونی در آوردن پول یاد میدن، اصلا یه دانشی چطور پول به دست بیاریم. گفت ولی آقام هنر خرج کردن بلد بود که یه چیز جداییه. آقام شأن قائل بود برای زنش، برای مطبخش، حتی اگه نداشت، حتی اگه میرفتی خوراک قرضی می آورد. و من این داستانم خیلی بهش فکرم.